شخصی پرسیدن که من نمازها را بر وقتش میخوانم، مشکلی دارم، با حیوان زنا میکنم، آیا زنا با حیوان حرام است؟ برادری محترم، الله تعالی شفایت بدهد و مشکل تا دور کند. یکی نمازها را بر وقتش میخوانی، کاری نهایت پسندیده و خوب است و الله تعالی این نماز سبب پاکدامنی و طهارت تو بگرداند. و اما عملی که با حیوانات یک جا میشه عمل نهایت زشت و قبیح و خلاف فطرت انسانی است. الله تعالی می فرماید ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و شما به کارهای فحشا، زشت، ناروا نزدیک نشوید، آنچه که آشکار و پنهان است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت میفرستند به شخصی که با حیوانات یک جا میشه و با حیوان نزدیک شدن نهایت کاری زشت و در عین حال خلاف فطرت انسانی است. از این کارت باید باز استاد شوی، توبه کنی و به الله رجوع کنی و نماز را یکی از وسایل قرار بدی. در نماز نهایت خشوع داشته باشی، تضرع داشته باشی و دعا بکن زیاد که الله از این عمل بد و زشت نجاتت بدهد. و این یکی از گناه های کبیره است و نباید معمولی فکر کنی، ساده فکر کنی، حتمی باید این کار ترک کنی و الا گناهگاری بزرگ هستی.